آقاخان سوم در گردهمایی مسلمانان در داکا در سال 1906 میلادی به منزله رهبر مسلم لیگ انتخاب شد و تا سال 1912 میلادی در این مقام باقی ماند. آقاخان سوم در نهضت خلافت هم از فعالان و سردمداران بود و در مقام نماینده مسلمانان و همه مردم هند به ریاست هیئتی به لندن رفت تا درباره این موضوع با انگلیسی‌ها گفتگو کند. با روی کار آمدن نسل تازه رهبران حزب کنگره که شاخص‌ترین چهره‌های آن گاندی و نهرو بودند، جدایی آقاخان از روند فعالیت‌های استقلال‌خواهانه هند افزایش یافت و انتخاب محمد علی جناح به جای او به رهبری مسلم لیگ در سال 1932 میلادی باعث بیشتر شدن این جدایی شد. به گفته خود او ارتباط و علاقه‌اش به مسائل هند در این سالها کاهش پیدا کرد، اما فعالیت‌هایش در سیاست جهانی که از مدت‌ها پیش آغاز شده بود با شرکت در کارهای جامعه ملل شدت گرفت. آقاخان در دوران جنگ جهانی اول به طرفداری مطلق از دولت انگلیس پرداخت و با پیامی از پیروان خود در سراسر جهان خواست تا همه امکانات خود را در اختیار دولت انگلستان قرار دهند. در سال 1932 میلادی نماینده هند در کنفرانس خلع سلاح و از سال 1934 تا سال 1937 میلادی رئیس هیئت نمایندگی هند در جامعه ملل بود و در سال 1937 میلادی به ریاست جامعه ملل منصوب شد. همزمان با شروع جنگ جهانی دوم به ژنو رفت و تا پایان عمر در آن شهر و سواحل جنوب فرانسه باقی ماند. آقاخان سوم از ثروت و شهرتی فراوان برخوردار بود و کاخهای مجلل در پونا، بمبئی، ژنو، جنوب فرانسه و شرق آفریقا داشت. ثروت‌های سرشار آقاخان سوم دارای شهرت جهانی بود. به مناسبت 50مین سال پیشوایی آقاخان جشن باشکوهی توسط پیروانش در بمبئی برگزار شد و هموزن آقاخان به او طلا هدیه دادند. 2 سال بعد هم در سال 1937 میلادی در آفریقا هموزنش طلا گرفت. در سال 1949 میلادی به مناسبت 60مین سال پیشواییش در آفریقا با طلا و الماس وزن شد. اسماعیلیان معتقدند که این مراسم‌ها تنها در جنبه‌های پرشکوه نمایشی خود خلاصه نمی‌شود، بلکه نشان و گواه محبت عمیق و صمیمی مردم اسماعیلی نسبت به مولا و امام حاضر آنهاست. بنا به گفته منابع اسماعیلیان، او بخش بزرگی از ثروت خود و زکات و نذورات پیروانش را در مؤسسات اقتصادی پرسود و تعاونی‌های زراعی که متناسب با اقشار بازرگان و خرده‌مالک بود به کار انداخت. همزمان با آن یک رشته از فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغاتی از جمله تأسیس مدارس، دانشگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی و مؤسسات تحقیقاتی را شروع کرد. یکی از مهمترین یادگارهای او دانشگاه علیگرد و مؤسسه تحقیقاتی انجمن اسماعیلیان است که در سال 1946 میلادی تأسیس شد و بسیاری از متون اسماعیلی را منتشر کرده است. آقاخان سوم همچنین به سازماندهی و استقرار نهادهای حقوقی و اداری خاص جماعت‌های اسماعیلی در اکثر نقاط اسماعیلی نشین جهان پرداخت. آقاخان در 11 ژوئیه سال 1957 میلادی در 80 سالگی درگذشت. طبق وصیت‌نامه آقاخان سوم، بعد از او نوه‌اش کریم آقاخان فرزند شاهزاده علی خان پسر ارشدش در سال 1938 میلادی با لقب آقاخان چهارم به امامت اسماعیلیان رسید. کریم در ژنو سوئیس به دنیا آمد و علیرغم تولد نارس سالم اعلام شد. کریم همچنین یک برادر ناتنی به نام پاتریک بنجامین گینس از اولین ازدواج مادرش داشت. کریم دوران کودکی را در نایروبی کنیا گذراند و تحصیلات اولیه‌اش خصوصی بود. بعداً 9 سال در انستیتو لروزه سوئیس، گرانترین مدرسه شبانه روزی جهان و همان مدرسه‌ای که محمد رضا شاه پهلوی در آن درس خواند رفت و در نهایت تحصیلاتش را با نمرات منصفانه به پایان رساند. او در جوانی ترجیح میداد در دانشگاه MIT شرکت کند و در رشته علوم تحصیل کند، اما پدر بزرگش آقاخان سوم این تصمیم را وتو کرده بود و در رشته تاریخ اسلام تحصیل کرد. کریم آقاخان با اینکه جوان بود به مقام آقاخان چهارم و جایگزینی پدر بزرگش به عنوان امام نظاری منصوب شد. او در این باره گفت: یک شبه تمام زندگی من به کلی تغییر کرد. با مسئولیت‌های جدی در قبال میلیون‌ها انسان دیگر از خواب بیدار شدم. شاهزاده کریم در 20 سالگی 49مین امام اسماعیلیان نظاری و آقاخان چهارم شد. با اینکه پدرش شاهزاده علی خان و عمویش صدرالدین آقاخان در خط مستقیم جانشینی بودند، اما او آقاخان چهارم شد. آقاخان سوم در وصیت‌نامه‌اش
دلیل برگزیدن بزرگترین نوه پسریش به عنوان جانشین خود را که برای دومین بار در سلسله امامت اسماعیلی نظاری رخ میداد که نوه امام قبلی به جای یکی از پسران او امام بعدی شود، اینطور توضیح داد: با نگاه به شرایط به طور بنیادین دگرگون شده جهان که بسیاری از تغییرات را موجب شده، از جمله اکتشافات فیزیک اتمی، متقاعد شدم که بیش از همه به نفع جماعت اسماعیلی نظاری است که یک مرد جوان که در سالیان اخیر و در میانه عصر نوین بالیده و رشد یافته و نگرش نوین به زندگی را به صدارت خود می‌آورد جانشین من شود. آقاخان چهارم در پرتو وصیت پدربزرگش گاهی از سوی اسماعیلیان نظاری به عنوان امام عصر هسته‌ای موسوم شده است. وصیت آقاخان سوم اضافه کرد که آقاخان بعدی در سالهای اول امامت خود باید برای راهنمایی در امورات کلی مربوط به امامت به بیوه آقاخان سوم حبیبه بیگم رجوع کند. آقاخان چهارم بعد از عهدهدار شدن جایگاه امام اظهار داشت که قصد دارد به کاری که پدر بزرگش در ساختن نهادهای مدرن برای بهبود کیفیت زندگی اسماعیلیان نظاری پی گرفته بود ادامه دهد. آقاخان در این زمان به پیروانش بر اهمیت رشد روابط مثبت با قومیت‌های متفاوت تاکید کرد. پیامی در زمانی که در شرق آفریقا بین سیاهان و آسیای جنوبی‌ها جو نژاد پرستی شدیدی وجود داشت. آقاخان از ثروتمندترین سرمایه‌داران مسلمان است. دارایی خالص آقاخان 13.3 میلیارد دلار برآورد شده است. مجله اقتصادی فوربس آمریکا آقاخان را به عنوان یکی از 15 ثروتمند سلطنتی جهان معرفی کرده است. او مالک 2 جت شخصی، صدها اسب مسابقه‌ای، تعدادی مزرعه اصلاح نژاد، یک باشگاه اختصاصی قایقرانی بادبانی در جزیره ساردنی و یک ملک مجلل در نزدیکی پاریس است. او سرمایه زیادی را در نقاط فقیر و دورافتاده دنیا خرج کرده است که از تجارت کالاهای اساسی چون تور ماهیگیری، کبریت و کیسه پلاستیک گرفته تا پروژه‌های بزرگی همچون احداث یک سیستم نیروگاه برقیابی 750 میلیون دلاری با همکاری چند شرکت نیروگاهی در اوگاندا را در بر می‌گیرد. بخشی از ثروت شخصی آقاخان از اجریه‌هایی تامین شده است که 15 میلیون پیرو فرقه اسماعیلیه در سراسر دنیا به او می‌پردازند. او در مورد